سلام تماشابینان عزیز. موضوع امروزه ما درباره کیسلوتاها، خاصیت‌های فیزیکی و شیمیایی آنها. کیسلوتاها چیست؟ ماده‌های مرکبه که گیدروژن‌های آنها قابلیت با متال و سویه را دارند، کیسلوتاها نامیده می‌شوند. برای درست درک کردن کیسلوتاها باید سراول با بعضی از فرموله‌های کیسلوتاها در جدول مذکور آورده شده است. شناسید از روی این جدول دیده می شود که همه کیسلوتاها دارای اتم‌های گیدروژن می باشند. پس اساس کیسلوتاها را اتم گیدروژن تشکیل می دهد. گروه اتم‌هایی که بعد از گیدروژن در فرمول کیسلوتاها می آیند باقی مانده کیسلوتاگی نام دارند. همه باقی مانده کیسلوتاگی دارای درجه اکسیدشوی و نام باشند. درجه اکسیدشوی باقی مانده کیسلوتاگی و به شماره اتم‌های گیدروژنی در فرمول کیسلوتا بوده برابر است. چگونه که در اینجا ما می‌بینیم بعضی از کیسلوتاها آورده شده‌اند. فرمول کیسلوتا، خود نام کیسلوتا و باقی مانده کیسلوتاگی و اینچنین نام باقی مانده کیسلوتاگی آورده شده است. فرض کردیم که مثال در اینجا کیسلوتای فتورید، کیسلوتای خلورید، کیسلوتای برومید، کیسلوتای یودید، سولفید، کیسلوتای سولفید، سولفات و غیره در اینجا آورده شده است و اینچنین خود باقی مانده کیسلوتاگی فتورید، خلورید، برومید، یودید، سولفید، سولفید، سولفات، نیترات و غیره ها آورده شده است. کیسلوتاها را از روی ترکیبشان به دو گروه جدا میکنند. کیسلوتاها از روی اکسیژنی ترکیبشان جدا میشن، یعنی به دو گروه آنها را ما جدا میکنیم. کیسلوتاهای بی اکسیژن و کیسلوتاهای اکسیژن دار. اینچنین کیسلوتاها را از روی شماره اتم‌های گیدروژنشان به گروه ها جدا میکنند. مثلا کیسلوتاها از روی شماره اتم‌های گیدروژن یک اساسه، دو اساسه، سه اساسه و اینچنین کیسلوتاها بسیار اساسه شده میتوانند. فرمولای استرکتوری کیسلوتاها. در وقت ترتیب دادن فرمولای استرکتوری کیسلوتاهای اکسیژن دار باید در نظر گرفت که گیدروژن با اتم غیر متال با واسطه اتم اکسیژن پیوست میشود. در اینجا فرمولای استرکتوری کیسلوتای سولفات و فرمولای استرکتوری کیسلوتای فسفر آورده شده است. اصولهای گوناگون حاصل کردن کیسلوتاها معلومند که مهمترینشان اینها میباشند. کیسلوتاها را هنگامی با هم تاثیری گیدروژن با بعضی غیر متال ها حاصل کردن ممکن است. اصولهای حاصل کردن کیسلوتاها. در اینجا هنگامی تاثیر کردن گیدروژن با خلور در نتیجه کیسلوتای گیدروژن خلورید حاصل میشود و هنگامی تاثیر کردن گیدروژن با سولفور کیسلوتای گیدروژن سولفید حاصل میشود و اینچنین هنگامی تاثیر کردن اکسیدهای کیسلوتاگی با آب در نتیجه کیسلوتاهای اکسیژن دار نیز حاصل میشوند. اینچنین هنگامی تاثیر کردن کیسلوتاها با بعضی از نمک‌ها آورده شده است که هنگامی تاثیر کردن خلورید ناتری با کیسلوتای سولفات در نتیجه سولفات ناتری و اینچنین کیسلوتای خلورید حاصل میشود و هنگامی تاثیر کردن نیترات نقره با کیسلوتای خلورید در نتیجه خلورید نقره و اینچنین کیسلوتای نیترات حاصل میشود. این یکی از راه‌های حاصل کردن کیسلوتاها به شمار می‌رود. خاصیت‌های فیزیکی و شیمیایی کیسلوتاها. چنانه که در بالا گفته گذاشتیم، قید کرده گذاشتیم، وابسته به حالت اگریگاتی کیسلوتاها را به سه گروه جدا می‌کنند. یعنی در نمود سخت، مایع و گازی. در اینجا مثال آورده می‌شود که کیسلوتای سولفات، کیسلوتای فسفات، کیسلوتای پیروفسفات و غیره ها اینها به گروه کیسلوتاهای داخل میشن که کیسلوتاهای مایع میباشند. و کیسلوتای سیلیکات، کیسلوتای بورات، کیسلوتای تترابورات اینها کیسلوتاهای میباشند که به گروه کیسلوتاهای سخت داخل میشن و اینچنین کیسلوتاها در نمود گازی نیز واخورده میتوانند و به اینها کیسلوتای سولفید، کیسلوتای گیدروژن خلورید اینا به گروه کیسلوتاهای گازی نیز داخل میشوند. قاعده سیراب کنی کیسلوتاها. چنانه که در رسم ما میبینیم هنگام سیراب کردن کیسلوتاها
از حسابی که کیسلوتاها نسبت به آب زیچی کلانتر دارند، در وقت آمیخته کردن کیسلوتا را با آب قاعده های زیرین را رعایت کردن لازم است. هنگامی که ما کیسلوتا را سیراب میکنیم، در وقت سیراب کردن کیسلوتا در ظرف اول ما مقدار آب را میگیریم و به بالای آن کیسلوتا را آهسته آهسته در وی آمیخته میکنیم و اگر در صورتی که ما برعکس آن را اجرا نماییم، این عمل به نهایت عمل خطرناک می باشد. از حسابی که زیچی آب نسبت به کیسلوتا دیده سبکتر است، یعنی پستر می باشد، در ظرفی که در آن کیسلوتا گرفته شده است، هنگام علاوه کردن آب در کیسلوتا در نتیجه گرمی زیاد خارج می کند و از حساب زیاد کردن گرمی زیاد کیسلوتا پاش خوردنش ممکن است. برای ما لازم باید که ما در وقت اجرا کردن این عمل همیشه باید کیسلوتا را در آب باید علاوه نماییم. تماشابینان عزیز، ما میگذاریم به خاصیت های شیمیایی کیسلوتا ها. چنانه که در اینجا ما میبینیم درباره خاصیت های شیمیایی کیسلوتا ها، همه کیسلوتا ها رنگ ایندیکاتور ها را تغییر داده می توانند. چنانه که در اینجا ما میبینیم ایندیکاتور لاکموس در محیط کیسلوتاگی رنگ خود را سرخ میکند. فنولفتالین باشد رنگ محلول بیرنگ و متیل نارنجی باشد رنگ محلول را گلابی میکنند. کیسلوتا ها با متال ها موافق خطر الکتروشیمیایی شدت متال ها برعکس داخل شده میتوانند. متال هایی که در خطر الکتروشیمیایی شدت متال ها پیش از گیدروژن هستند، از ترکیب کیسلوتا ها گیدروژن را فشرده برآورده میتوانند. چنانه که در اینجا ما میبینیم هنگام تاثیر کردن روح با کیسلوتای سولفات، در نتیجه سولفات روح و گیدروژن را فشرده برآورده میتواند و اینچنین تاثیر ناتری با کیسلوتای خلورید، در نتیجه خلورید ناتری و این گیدروژن را فشرده برآورده میتواند. متال هایی که در خطر الکتروشیمیایی شدت متال ها بعد از گیدروژن جایگیر هستند، از ترکیب کیسلوتا ها گیدروژن را فشرده برآورده نمیتوانند. اینچنین درباره تاثیر اکسیدها با کیسلوتا ها، هنگام تاثیر کردن اکسیدهای اساسی میتوانند با کیسلوتا ها تاثیر کرده در نتیجه نمک و آب حاصل کنند. اینچنین اکسیدهای امفوتری هنگام تاثیر کردن با کیسلوتا ها نمک و آب حاصل میکنند. هنگام تاثیر کردن اشقارها با کیسلوتا ها میتوانند که اشقارها با کیسلوتا ها تاثیر کرده در نتیجه نمک و آب حاصل میکنند. اینچنین گیدروکسیدهای امفوتری هنگام تاثیر کردن با کیسلوتا ها در نتیجه نمک و آب حاصل میکنند که این را ریاکسیون نیترالیزاسیون میگن. ریاکسیون نیترالیزاسیون چیست؟ ریاکسیون شیمیایی که بین اساس و کیسلوتا میگذرد در نتیجه نمک و آب حاصل میکند. این گونه ریاکسیون را ریاکسیون نیترالیزاسیون مینامند. هنگام تاثیر کردن کیسلوتا ها با بعضی از نمک ها، در نتیجه هنگام تاثیر کردن خلورید ناتری با کیسلوتای سولفات، در نتیجه سولفات ناتری و اینچنین کیسلوتای گیدروژن خلورید حاصل میشود. هنگام تاثیر کردن نیترات نقره با کیسلوتای خلورید، در نتیجه خلورید نقره و اینچنین کیسلوتای نیترات حاصل میشود. بعضی از کیسلوتا ها هنگام گرم کردن تجزیه میشوند. مثلا در اینجا کیسلوتای سیلیکات هنگام گرم کردن با بعضی اگر ما کمی گرم کنید در نتیجه اکسید سیلیسی و آب حاصل میشود. تماشابینان عزیز، اکنون میگذاریم به قسم تجربوی درس. برای گذراندن تجربه برای ما پیش از همه پوشیدن دستپوشک های رزینی خلط شرط و ضرور است. برای گذراندن تجربه ها برای ما پیش از همه ظرف ها و ریاکتیو های زیرین لازم هستند. چنانه که در بالا قید کرده گفته گذاشتیم، حالت اگریگاتی کیسلوتا ها. در اینجا بعضی از کیسلوتا ها آورده شده هستند. مثال کیسلوتای سولفات، این کیسلوتای مایع می باشد. کیسلوتای نیترات یعنی کیسلوتای مایع است و اینچنین کیسلوتای
گیدروژن خلورید این هم کسلوته مایع است که هنگام کشودن ظرف در هوای آزاد دود میکند و این چنین کسلوته بارد این کسلوته سخت میباشد. چنانه که در بالا گفته گذاشتیم همه کسلوته ها رنگ ایندیکاتور رو تغییر میدهند و در اینجا ما ایندیکاتوری لاکموس رو گرفته و خاصیت های کسلوته ها رو معین میکنیم. سر اول ما در پروبیرکا یک مقدار کسلوته خلورید رو میگیریم و کاغذ لاکموس رو در محلول کسلوته گیدروژن خلورید دیده میبریم که در نتیجه رنگ لاکموس ما سرخ می شود و این چنین هنگام تاثیر کسلوته ها با متال ها، اکسید ها و با بعضی از نمک ها دیده میبریم. ما در سه پروبیرکا کسلوته گیدروژن خلورید رو گرفته با هر یک تای آنها متال های مگنی، میس و روح رو دیده میبریم. خب سر اول متال مگنی رو در کسلوته خلورید دیده میبریم. هنگام تاثیر کردن متال مگنی با کسلوته گیدروژن خلورید در نتیجه گاز گیدروژن خوری میشه. یعنی مگنی در قطار الکتروشیمیایی شدت متال ها چگونه که ما در بالا قید کرده گفته گذاشتیم در قطار الکتروشیمیایی شدت متال ها پیش از گیدروژن که است از ترکیب کسلوته ها گیدروژن رو فشرده برآورده میتواند و این چنین باز کسلوته خلورید رو با تاثیر متال سینک دیده میبریم و در نتیجه میبینیم که یعنی ما مشاهده کرده میتوانیم که متال روح در خطار الکتروشیمیایی شدت متال ها پیش از گیدروژن که است از ترکیب کسلوته گیدروژن خلورید گیدروژن را فشرده برآورده میتواند. و در پروبیرکای سیوم باشد ما یک پارچه خوردی متال میس رو گرفته در کسلوته خلورید تاثیر می نماییم و چنانه که در بالا قید کرده گذاشتیم میس در خطار الکتروشیمیایی شدت متال ها بعد از گیدروژن که جایگیر شدگی هست از ترکیب کسلوته ها گیدروژن را فشرده برآورده نمیتواند. یعنی در اینجا ریاکسیون ما به تغییر میرسد. میس نمیتواند که از ترکیب کسلوته گیدروژن خلورید گیدروژن را فشرده برآورده تواند. اکنون متال میس که در خطار الکتروشیمیایی شدت متال ها بعد از گیدروژن جایگیری است هنگام تاثیر کردن با کسلوته ها گیدروژن را فشرده برآورده نمیتواند. از حسابی که کسلوته نیترات اکسید کننده به نهایت قوی هست میتواند که هنگام تاثیر کردن با کسلوته نیترات کنسنترونیده و کسلوته نیترات سیروب میتواند که بر ریاکس داخل شود اما نه با خارج شدن گیدروژن. ما در پروبیرکا یک مقدار کسلوته نیترات رو میگیریم یعنی در اینجا کسلوته نیترات ما کسلوته کنسنترونیده می باشد و پارچه خوردی میس رو در وی داخل می نماییم و در نتیجه مشاهده می نماییم که میس هنگام تاثیر کردن با کسلوته نیترات یعنی به تاثیر گرم کردن میس می تواند که با کسلوته نیترات کنسنترونیده بر ریاکس داخل شود. حتما این تجربه رو ما باید که در زیر جوانی بودکش باید گذرانیم. یعنی از حسابی که میس با کسلوته نیترات کنسنترونیده تاثیر کرده در نتیجه گاز NO2 حاصل میکند و این گاز NO2 گاز زهرناکی هست ما باید که این رو باید در زیر جوانی بودکش این تجربه رو باید گذرانیم و این گاز جگرنگی که ما در اینجا مشاهده میکنیم این گاز NO2 می باشد. یعنی گاز NO2
رنگ سرخ جگررنگ دارد. حالا که بینید به تاثیر گرم کردن ریاکسیای ما میگذرد. خب تماشابینان عزیز، اکنون ما میگذاریم با بعضی از خاصیت های کیسلوته ها. چنانه که در بالا قید کرده گفته گذاشتیم، کیسلوته ها می توانند که با اکسید ها، با اساس ها و با نمک ها تاثیر نمایند. در اینجا ما تاثیر کیسلوته ها رو با اکسید میسی دو والنته و اینچنین تاثیر کیسلوته ها رو با اکسید کلسی دیده میبریم. سر اول ما در پروبیرکا یک مقدار اکسید گرفته این اکسید کلسی می باشد. با پروبیرکای دوم یک مقدار اکسید میسی دو والنته رو گرفته و با پروبیرکایی که ما اکسیدهای زیرین رو گرفتیم با بالای آنها قطره قطره کیسلوته هیدروژن کلورید رو علاوه می نماییم و هنگام علاوه کردن کیسلوته با اکسید کلسی در نتیجه معاین کرده می شود که معادله ریاکسیای زیرین می گذارد. هنگام تاثیر کردن اکسید کلسی با کیسلوته کلورید در نتیجه نمک و آب حاصل می شود و در اینجا ما معاین کرده می توانیم. و در پروبیرکای دومی که ما اکسید میس گرفتیم باز یک مقدار کیسلوته هیدروژن کلورید رو علاوه می نماییم و کیسلوته هیدروژن کلورید با اکسید میس بر ریاکس داخل شده چنانه که در اینجا ما مشاهده می نماییم در نتیجه کلورید میس حاصل شده است که رنگ سبز رو دارد. خب تماشابینان عزیز، اینچنین تاثیر اشقارها با کیسلوته ها چنانه که ما گفته گذاشتیم هنگام تاثیر کردن اشقارها با کیسلوته ها در نتیجه نمک و آب حاصل می شود که این گونه ریاکسیون رو ریاکسیون نیترالیزاسیون می نامند. سر اول ما در یک استکان یک مقدار اشقار ناتری رو می گیریم و محلول رو پورا سیروب می نماییم. محلول رو کمی عمیق‌تر می نماییم و در نتیجه رنگ محلول ما گلابی شد. یعنی این از اون سعادت می دهد که در اینجا اشقار ناتری هنگام تاثیر کردن با فنولفتالین رنگ خود رو عوض می کنند. با بالای این ما کمی کیسلوته کلورید رو علاوه می نماییم. هنگام علاوه کردن کیسلوته کلورید با محلول اشقار ناتری رنگ محلول شفاف می شود. این از آن شهادت می دهد که در اینجا ریاکسیون ما ریاکسیون نیترالیزاسیون می باشد. یعنی هنگام تاثیر کردن اشقارها با کیسلوته ها در نتیجه نمک و آب حاصل می شود که اینا ما در بالا قید کرده گذاشتیم. این گونه ریاکسیون را ریاکسیون نیترالیزاسیون می نامند. یعنی در اینجا محلول ما پورا شفاف شد. تماشابینان عزیز، چنانه که ما در بالا قید کرده گذاشتیم
намакҳо метавонанд ки бо кислотаҳо бар як саддухӣ шаванд. дар ин ҷо мо баъзе аз намакҳоро бо таъсири кислотаҳо дида мебароем. дар ин ҷо мо намаки хлориди барӣ дорем, маҳлули хлориди барӣ. ба пробирка каме хлориди барӣ гирифта ва ба пробиркаи якуме ки мо хлориди барӣ гирифтем, ба болои он каме кислотаи сулфат илова менамоем. ва дар пробиркаи дуюмон ки нитрати нуқра доштем, каме кислотаи хлорид илова намудем ва дар натиҷа таҳшини сафед ҳосил шуд. тамошобинони азиз, дарси мо буд дар бораи кислотаҳо, хосиятҳои онҳо, таъсири онҳо бо баъзе аз пайвастагиҳо, таъсири кислотаҳо бо металлҳо, бо оксидҳо, бо асосҳо ва бо намакҳо. То дарсҳои оянда.